درمان ریزش مو یه مسیر چند مرحله‌ای است. توی این مسیر قدم اول و اساسی ما استفاده از تکنیک‌های مزوتراپی هستش که این مواد مغذی رو از طریق سرسوزن‌های بسیار ظریف به مستقیم فولیکول‌های مو میرسونیم و باعث تسریع رشد مو و توقف فعالیت‌های ریزشی میشیم. در ادامه مسیر درمان استفاده از مکمل‌های گیاهی و قرص‌های شیمیایی وجود داره که مکمل‌های گیاهی در قرص‌های HS وجود داره عوارض داروهای شیمیایی رو به حداقل رسونده و این مکمل‌ها باعث مقبولیت استفاده از این قرص‌ها در بین مراجعه کنندگان شده. و در ادامه درمان ما ترکیب قرص و ترکیب مزو باعث میشه که افزایش جریان خون به فولیکول‌های مو ایجاد بشه و جریان فولیکول‌های مو وقتی بالا بره مواد مغذی فولیکول بیشتر رسیده میشه و رشد فولیکول‌های مو افزایش پیدا می‌کنه.